اومدیم بازار شهرداری رشت با قیمت‌ها و حال و هوای بعد از جنگ و اعتراضات دیما. تا آخر ولاگ با ما همراه باشید. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در بازار شهرداری رشت. امروز شنبه 23 خرداد ماه و ساعت حدود 12 ظهر. به درخواست شما عزیزان تصمیم گرفتیم که گردشی در بازار رشت و همچنین بررسی قیمت‌ها بعد از جنگ و بخش‌های سوخته این بازار در اعتراضات دیما داشته باشید که امیدوارم تا آخر ولاگ با ما همراه باشید. راستی اگر به دیدن ولاگ‌های دیگری از این بازارهای گیلان علاقه دارید، حتما به پلیلیست بازارهای گیلان کانال ما سر بزنید. امیدوارم که از این ولاگ لذت ببرید. ترش نیم کیلو 80 نیم کیلو 100 زنجبیل
900 gram. Ana ide bani be yek. İde bani be yek. İde dura bani. نباید اینجا میومدی خورما مطب اصلی 350. سلام خسته نباشید. سیب بالا 20. این هم زنجبیل دوستان میگن نداریم تازه. حتی بلوبری هم داریم. بلوبری بسته چنده؟ چند 200 گرمه؟ نه 130 گرم. 130 گرم 400 ها؟ فیکس شما. دست شما دارم. این هم آلوچه شهریار. برنامه بانکی نداره. این مدیر من یه ساعت اینجا میگردم. اینجا که میریم اینجا شهرداری برم تو بازار. سلام جان. قابل نه 50 قابل نه نه یه فی. شکلات های نسخه حساب خوش سلام نامور کپور پرورشی سیاه کله سیاهه؟ چند دونه ای چنده؟ کیلوی 300 کیلوی 350 من کپور این فیتو پاس خیلی نیم کیلو 100 سرچ خوشگل بالا فلفل شیرین، فلفل خوراکی، فلفل ما رو دیده بابایی پسندیدی؟ نه بودی فلفل دیده
یه تون. سلام. پیلی اشکالی 200 تومن. قربان پیله 200 سلام خسته نباشید. من برای تو سر بنگرچنگ بدم. بشین بگیریم آقا ما. همه اشکالی. چیز چنده اولک مایی؟ همه رو با شیسته همه اونی با 300 بخوریم. همون برای قیمتش خوب. دست شما دارم. بابا اسپانیا ارزون داره. نه تنشی بگم رزه اینجا کار دارم دیگه بوده Kafal bulunuyor. Kafal bulunuyor. Orası. دانه 300 بکشم اون 280 250 اینم 220 اصلا مایونیز بخورده مای سفید زرفر دریا اصلا هم جام سفید کیلوش همه؟ نه رو 700 بعد اینجا پوست میکنم بزرگا چی؟ دونه یه؟ اونا دونه یک پوست دونه یک و 500 الان گشتر که ندارم دارم؟ هم پس من نه دست شما بند اول نه کیلو 700 بعد اینجا پوست میکنم اومده مبلغ آره 250. اما 250 او 220 جهرم دیگه میخوام بگم یه سینی داره قیمت یه پرای سلام آرزو سلام بلند قیمت یه پرای داره این سینی سلام یه دونه این یه زمین کنه 500 ها زمین کنه ولی اینو خیلی سلامتی بده خود نه ماهی دودی های بوده ایمان داری بیجه تا قیمت هم بود صفال 120 ماهی زالون روغنی 180 این هم فکر بگیر اول من بوده اینجا مغزوجه محلی اردک الان بفروشی این آتاسوزی اینجا هم بود آزم داره آجی خانک بگو سیروس نه مهندس گفتش که بزن داخل گفت تحویل شما این آثار قدیمی مونده از بازار شهر روی شکلی شد 700 تومن کشاورزی 480 یا بال دریا سفید دریا یا بال دریا سفید دریا
کله پاچه آماده، کله بزرگ 750. هیچی دیگه نبود. محمد یه چک 3 میلیاردی از باباش داره. آقا بره چکر رو بذاره. ولی اینور بد میریم. خیار رس فلفل خوراکی. خیار رس فلفل خوراکی. نه باریشه آماده. همین فروش نیست داره مانده بخوره همشای خوشته 4 ساله مشتیش خسته نباشم اینم فلفل شور این همون کجاست ماز فروش اداره مالیات برده علی جان آخرم Come on! این برگه مو برای دلگون بامی چی؟ الو ترش محلی سلام آقا آقا سیده شروع دار آقا کیلو 80. خود نوید آقا سیده شروع دار غذاخوری های پشت بازاره غذا میخوای بخوری اینم دلجیگر اینا آماده داره برو بازش‌های تمیز آماده داریم میریم برای خونه بهشون بگین هم سال خوشحالی سلام آقا خسته نباشید جناب خالی باش. سبزی خوردن، چوچا، خالی باش، نعنا، سبزی محلی
ما به این میگیم گوجه سبز. فلفل تازه ترشی. فلفل کدیمالی کیلو 350. با چاقوچه هم بخواد. اینو بگی بذار تو کیفت. لحمه کباب بیشتر کلیکا 180. اصلا نجا نه 570. چه کنم 40. رشته یا رشته دیگه این حلوا زیاوری حلوا لایه یا زیاوری زیتون پرورده باقالی پاک شده لوبیای پاک شده باشگاه دونه 30. خسته نباشید. خیلی بودم برای فیلم بگیرم چهار فقط یک رو بود صبح 9 الی 12 و 30 ناهار صبحانه ناهار هم 1 الی 4 و 30 دقیقه بعد اهل همدان چای بهاری لاهیجان جالب میشه اینجا قشقاش‌ها براتون سرخ هم میکنن ساخته میتونیم حوزه بگیریم براتون سرخ نه کشتا
جامعه‌جویی هریسک. اینا صابون زیتون ممنونم. هستی 480. جامعه‌جویی چقدر هریسک. چی بود اتیلی مربوط آب زدنه کنم اولاد 100 تومنم 100 تومن داریم 100 تومن خیلی گرم. اینم بازاره. سوختگیری 18 دیما مثلا اینجا شروع شده. ساختمان ها همه تازه ساختن. آثار سوختگی اینجا هست. دو سیاهی هست. یه قدم میزنیم تا خواهش. اینا یک دفعه به توش آب تازه دارم میشن. بیا همین پس رو اینجا هم سوختگی بود. چرا دارم میسازن. تعمیرات میکنه. این آثار سوختگی اینجا هست. نه حالا آتیش تازه ساخته دارم میسازم. اینجا دودار مردم توی سوختگی هنوز میاد. میگه خدا این هم سازمان فرهنگی ورزشی. این هم کبوترهای خوشگل. این که طرف انزلی دیگه طرف 20 ساعتی.
خیلی گرمه. ساعت هم تقریبا 20 به 2 دیگه مجبورم فیلمو کامل بگیرم. گرمی اونجا هم نشستم دارم دختر بهش خانمای زحمتکش. اینجا غروبا اینجا همه بساط این بر اونلاین. موتور خفه کرد ما رو. یه بودم گیر داده بودم موتور رو برداریم باز دوباره شروع. موتور رسخات گفتم قیافش معلوم باز چه بعد از بود. اینجا داره دست فروشی ممنون بود. یه خیلی وقت غروبا نیومدم. میرزا بچه های مینا خدا بیان این موتور رو تازه باشه نمیداره پست این بسته است امارت تاریخی. یه شب هم دوباره میام براتون فیلم میگم. الان حالا بازار شهرداری بود بهش فقط بنر زدن دید نداره. شکم بود دوست دارم. میدون جنگ دور دارم میبنده برنامه میدارم شهرده شهری زیبا. اینجا سازمان زیباسازی مناظر منظر زیبا کردیم بوده شهرداری شده دست این بریم علم الهدا هم بریم شما رو به خدا بسپاریم. لازم بگم خیلی گرم. کیف بچه های مینا هر باعث بانی جنگ لرم. اینم سینما سپید بود. سینما نیروی جهان تعطیل شد آسیا بدونم 20 بهمن به سبز میدان. اینم کتابخانه ملی در 1306 این داروخانه اولین داروخانه شبانه‌روزی تو ایران کارون تابلوش نمیدونم مال چه بود. منم که اولین بلاگر رشتی که نیست گیلانی در کار رسید یوتیوبر ببخشید بلاگر که
یوتیوب دیشب شدیم در دیروز. ممنون از که حمایت میکنید. من بریم پیاده رو موتور ما رو نزنیم. اوضاع خرابه. این گرمای آبی رو میشه. پنبه، بلوزی، اخته، برش. این که سمت میدانه به این خواستید باریشگاه بخورین رشت شهرداری اینجا کوچه شهید جمشید جمرات اشتباه نکنم داخل این پر باریشگاهی اون هم که